دوستان عزیز، سلام و وقت بخیر. امیدوارم که این روزا حالتون بهتر از همه روزا باشه. امروز در خدمتتون هستیم با معرفی یه استراتژی ساده و قوی برای بازار فارکس و روی نرم افزار متاتریدر. استراتژی که وین ریت تقریبا مناسبی داره و حالا با توجه به تست هایی که ما با مدیریت ریسک شخصی خودمون ازش گرفتیم یه وین ریت چیزی حدود بین 65 تا 70% رو بهتون میده. این استراتژی محبوب و تست شده هست، خیلی هم ساده است، نیاز به اندیکاتور خیلی پیچیده و خاصی هم نداره، چارتتون هم خیلی شروع نمیکنه. برای مبتدیا که حالا تازه شروع کردن و افرادی که حالا یه تجربه متوسطی توی بازار مالی خصوصا فارکس دارن مناسبه. البته وین ریتش بستگی به جفت ارزتون و اون تایم فریمی که دارید داره و همچنین به مدیریت ریسکتون، به اینا خیلی بستگی داره. این استراتژی مثل همه استراتژی‌های دیگه توی بازارهای ترند، بازارهایی که روند مشخصی دارن، خیلی بهتر جواب میده، ولی در کنار اون خیلی هم راحت و بسیار خوب و با کیفیت بالا رنج های بازار رو هم براتون فیلتر میکنه. استراتژی حالا با توجه به چیزی که ما تست کردیم و بک تست گرفتیم، برای عزیزانی که اسکلپ یا سوینگ ترید میکنن در تایم فریم های H1 و M15 مناسبه، یعنی بهترین و بیشترین کارایی رو داره. و برای کسایی که در تایم فریم های بالا معامله میکنن که میخوان سیگنال های کمتر و قوی تری بگیرن ازش، در تایم فریم H4 یا 4 ساعته. اجازه بدید من متاتریدر رو باز کنم. خب من اندیکاتورهای دیگر رو از روی این چارت حذف میکنم. خب یه چارت ساده اینجا در اختیارمونه. پس شد چی؟ برای عزیزانی که اسکلپ کار میکنن تایم فریم 15 دقیقه، عزیزانی که سوینگ تریدر هستن تایم فریم H1 و برای عزیزانی که در تایم فریم بالا فعالیت میکنن تایم فریم H4 یا 4 ساعته. حالا روی جفت ارزایی که ما این استراتژی رو تست کردیم، بیش جفت ارزایی مناسب هستن، جفت ارزهای میجر یا اصلی که روندهای خوبی دارن، مثل یورو یو اس دی، جی بی پی یو اس دی، یو اس دی جی پی وای یا مثلا آی دی یو اس دی. اون دیگه حالا بستگی به شخصیت معاملاتی خودتون داره. اجازه بدید من یورو یو اس دی رو اینجا برام باز کنیم. خب ما یه این چی هست، اینا رو ببندیم. خب حالا باید چیکار کنیم؟ ما اول از همه نیازمند به 2 تا مووینگ اوریج هستیم. مووینگ اوریج ها رو یکی مووینگ اوریج 9، اینم که بذاریمش روی کلوز، سیمپل هم ما میذاریم روی اکسپوننشال، رنگش رو میذاریم قرمز. پس چی شد؟ مووینگ اوریج اولمون تایم 9، دوره 9، اکسپوننشال و کلوز. این اولین مووینگ اوریجمون. اجازه بدید من یه مقداری ضخامتش رو بیشتر کنم. اوکی، مشخص تر باشه. قرمز. و مووینگ اوریج دوممون با دوره 21 و رنگش رو هم روی آبی میذاریم که مشخص باشه. اینم از مووینگ اوریجمون. اندیکاتور فیلتر کننده ای که نیاز داریم RSI هست. خب اجازه بدید RSI هم من بیارم.
اینم RSI دوره 14 و لول هاش هم 70 و 30. پس یه مووینگ اوریج 9 داشتیم با رنگ قرمز و یه مووینگ اوریج 21 داشتیم با رنگ آبی و همینطور یه اندیکاتور فیلتر کننده و اسیلاتور البته به اسم RSI با دوره 14 و لول های 70 و 30. خب بریم سراغ چارت، اینا هم ببندیم. خب دوستان میریم سراغ قوانین ورود برای بای. در قوانین ورود برای بای یعنی خرید، زمانی که شما میخواید روی چارت بای بزنید، اجازه بدید من حالا یه جایی که در تایم فریم H1 بای، مثلا اینجا که حالا مثال مشخص باشه. اول از همه ما باید اندیکاتور یعنی مووینگ اوریج دوره 9 مون از پایین بیاد اندیکاتور یا مووینگ اوریج 21 مون رو به سمت بالا قطع بکنه. اینو بهش میگن کراس طلایی. پس اولین شرط چی شد؟ اندیکاتور دوره 9 مون از پایین اندیکاتور دوره 29 مون مووینگ اوریج با دوره 21 رو به سمت بالا قطع بکنه. RSI مون بالای 50 باشه، یعنی خط وسط. RSI مون بالای 50 باشه و ترجیحاً 55 باشه. خب ترجیحاً 55 باشه که روندمون رو بیشتر تایید بکنه. مورد سومی که باید چک بکنیم اینه که قیمت حتما بالای هر دوتا مووینگ اوریج باشه، مثل اینجا بالای هر دوتا مووینگ اوریج باشه که بتونیم وارد معامله بشیم. پس چی شد؟ 3 تا شرط داشت. یکی این که مووینگ 9 مووینگ 21 رو به سمت بالا قطع کنه، RSI مون بالای خط 50 باشه و ترجیحاً 55 که روند رو تایید بکنه، و مورد سوم اینه که قیمت بالای هر دوتا مووینگ اوریجمون باشه که بتونیم وارد معامله بشیم. یعنی اینجا ما الان میتونیم وارد معامله بشیم. استاپ لاسمون رو کجا میذاریم؟ استاپ لاسمون رو پایین آخرین سوینگمون میذاریم که مطمئن باشه، یا بر اساس حد سود به حد ضرر، یعنی 1:2. حتما 1:2 رو در نظر بگیرید. مثلا اگه 20 پیپ حد ضرر در نظر گرفتید، 40 پیپ حد سود در نظر بگیرید. اینم از استاپ لاس و تیک پروفیتمون. حالا ما تا زمانی که حالا اون حد سودمون 1:2 مون تاچ بشه توی معامله میمونیم، یا زمانی که مثل اینجا مثلا مووینگ باز دوباره مووینگ قرمز رنگمون اومد، مووینگ آبی رنگ که دوره 21 هست رو به سمت پایین قطع کرد، اینجا هم میتونیم از معامله خارج بشیم. این هم از حالتهای حد سود و حد ضرر. قوانین فروش و سل برای معاملات سل هم دوستان دقیقاً برعکس معاملات بای هست. یعنی چی؟ یعنی شما اجازه بدید یه جایی بیاریم که سل شده. اینجا مثلا نگاه کنید، اینجا ما بر اساس قوانین بای مووینگ قرمزمون اومده مووینگ آبی دوره 21 رو به سمت پایین قطع کرده. RSI زیر خط 50 مثلا اینجا هست، ترجیحاً 45 باشه که روند رو تایید کنه، و قیمت زیر هر دوتا مووینگ اوریجمون باشه. این هم 3 تا شرط برای معاملات سل شد. دقیقاً معکوس معاملات بای که باز استاپ لاس رو میتونیم بذاریم روی آخرین نقطه، آخرین سوینگی که داشتیم، و تیک پروفیتمون رو 2 برابر اون استاپ لاس در نظر بگیریم. چند تا نکته هم دوستان توی این استراتژی خیلی ساده باید در نظر بگیرید که وین ریتتون رو افزایش میده.
اول از همه توی جهت روند کلی معامله کنید. مثلا در تایم فریم های بالاتر مثل H4 یعنی 4 ساعته و روزانه روند کلی رو در نظر بگیرید و سعی بکنید در جهت همون روند معامله بکنید. مثل همه استراتژی های دیگه و چندین باری که ما توی آموزشامون تکرار کردیم، شما از سعی کنید معامله در زمان خبرهای مهم مثل NFP، نرخ بهره، CPI اینا خودداری کنید. اصلا توی این تایما معامله نکنید. توی بازارهای رنج که سایت هستن و جهت مشخصی ندارن دوستان معامله نکنید. یعنی حالا اگه بخواید بر اساس RSI ببینید که روند بازار سایدش کجا هست، زمانی که RSI بین 40 و 60 در حال نوسان هست، شما سعی کنید توی بازار نباشید. مدیریت ریسکتون رو توی معاملاتتون رعایت بکنید. هیچ وقت بیشتر از 1 یا 2% از سرمایه‌تون رو توی معاملاتتون درگیر نکنید و این ریسک رو حتما حفظ بکنید. هیچ استراتژی رو بدون اینکه خودتون بک تست بگیرید و توی لایو بازار تستش بکنید روی یه حساب دمو استفاده نکنید دوستان. ما میگیم، ما تست کردیم، داریم بر اساس تست خودمون میگیم، داریم بر اساس شخصیت معاملاتی خودمون میگیم، بر اساس مدیریت ریسک خودمون ما این استراتژی رو تست کردیم. شما باید همه این چیزها رو بر اساس اون داده های ذهنی خودتون تست کنید. اینو حتما استفاده بکنید، فراموش نکنید. در انتها در خلاصه این استراتژی بود که حالا بهتون گفتیم هیچ اندیکاتور خاص و پیچیده ای رو نیاز نداره و شما باید دوستان بدونید توی بازار فارکس استراتژی تنها 10% از کارو بهتون ارائه میده و کارو براتون در میاره. 90% کار مدیریت ریسک و روانشناسی بازار هست که عامل اصلی موفقیتتون هست. هیچ استراتژی 100% نیست. دنبال زیر بغل مار هم توی بازار نگردید. هیچ کس یه چیزی نمیدونه که شما مثلا یه چیزی شما فکر میکنید خیلی ها یه چیزایی میدونن که شما نمیدونید. اصلا اینجوری نیست. دنبال زیر بغل مار نگردید. استراتژی مناسب خودتون رو پیدا بکنید و باهاش معامله بکنید. اینم از مبحث امروز، یه استراتژی خوب و ساده. امیدوارم که ازش استفاده بکنید و موفق و مؤید باشید. راستی دوستان، سابسکرایب کانال فراموش نشه. لایک و کامنت هم حتما برامون بذارید. بگید که دوست دارید چه استراتژی های دیگه ای رو براتون تهیه بکنیم و در مورد چه مباحثی توی بازار مالی براتون آموزش تهیه بکنیم. زنده باشید.